یک چند روز شد که ای همه بازارا بسیار سوال میکنن بچه‌ها، بازار کاروان و جلجم، بازار سلطان کبیر کداملا بعضی مردم پیدا شدن که میگن لباس سیاه و لباس سرخ و لباس زرد پوشیدن درست نیست برای مردها، همه اصل داره. ان شاء الله همین را شرح میتیم بچه‌ها. لباس سیاه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیدن لباس سیاه به حدیث های صحیح ثابت است. از مادر ما بی عایشه امام ترمذی روایت میکند به اسناد حسن: خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه مرتون من شعر اسود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از حجره خارج شد، در بدنش یک جامه داشت. همین کلمه جامه برای ما بسیار معقوله، یا شوبه هم بگیم میشوه، پالتور هم بگیم میشوه. یک لباس زمستانه داشت، از رشته از پشم سیاه میگه تیار شده بود. مرتیش از پشم سیاه، برنگ سیاه پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده استش. در سال فتح مکه، واقعه فتح مکه ده از رسول الله صلی الله علیه و سلم امام مسلم روایت میکنه که وقتی داخل مکه مکرمه شد در سرش سله سیاه داشت حضرت، سله سیاه. پس از این معلوم میگرده که لباس سیاه مستحب است پوشیدنش، خوب است. خیلی در هوای گرم اگر بیشتر سفید پوشیم، در هوای خنک باکی نداره لباس سیاه پوشیدن، بپوشه. پیامبر ما پیشوای ما لباس سیاه پوشیده است. خب مسئله اندک جنجالی مسئله زرد سرخ است، زیرا در مسئله سرخ زرد هم روایات اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده است و هم روایات نهی اومده است. واقعا اومده است حدیثایی که نهی میرود در او. حتی یک حدیث رو خوردم، امام طبرانی و امام حاکم و عبدالرزاق روایت میکنن این حدیث، بعضی ها مرسلا بعضی ها مرفوعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود: ایاکم والحمره فانها احب زینت شیطان ان شیطان یحب الحمره. حضرت گفته است که از لباس سرخ پرهیز کنید، زیرا که سرخ زینت شیطان است. شیطان رنگ سرخ دوست می داشته است، به قواری خونه سوخته به کبد میبینه، شیطان دوست می داشته است. لباس سرخ میگه زینت شیطان است. یک روایت دیگر اومده است از حضرت عبدالله ابن عمر، میگه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم در حالی که یک لباس داشتم به معصفر رنگ شدگی، معصفر رنگ سرخ میکنه لباس. حضرت وقتی دید بسیار غضبش کرد، گفت این چی است که تو پوشیده ای؟ حتی در یک روایت اومده است که حضرت گفت چرا شما لباس کفار را میپوشی؟ حضرت عبدالله ابن عمر میگه که سراسیمه اومدم که تنور را تفسانده استین، به خاطر نان کردن کشیدم برآوردم، میگه لباس در روی علو پرت افتم، سوزاندم شو. وقتی میگه حضرت ملاقات شدم با لباس سفید، گفت چیکار کردی؟ گفتم یا رسول الله در تنور انداختم سوزاندم شو. گفت در زنت ندادی اخی؟ در زنکو ندادی بپوشه؟ برای زنکو باکی نداشت. یعنی که نهی رنگی سرخ در حدیث ها آمده است. اما در برابر این بعضی حدیث هایی است که دلالت به آن میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ پوشیده است. از جمله در صحیح مسلم از برا ابن عازب رضی الله عنه روایت شده است که میفرماید: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوعا له شعر یبلغ شحمت اذنه و فی روایت شعره یبلغ منکبیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه چهار پهلو بود، چهار پهلو، پهلوان شکل بود، کتفای په هم داشت، موی سرش در نرمه گوشهاش میرسید. در یک روایت حتی اومده است که موی سرش در کتفاش میرسید. این روایت هم اومده است. موی زیبای خشرو داشت. رأیته فی حلة حمراء لم ار شیئا قط احسن منه. دیدمش میگه لباس سرخ در بدنش
در حیاتم از او خوشروتر چیزی را کسی را ندیده بودم. چنان زیبا، چنان آزاده، لباس حمره در بدنش. حدیث باز تاکید میکنم حدیثی صحیح است، امام مسلم روایتش کرده است. همچنین امام ابو داود روایت میکند از ابی جحیفه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا از بالای شتر خطبه میخواند، در بدنش لباسی سرخ بود، یک برده بود، یک پلش سرخ. پس ببینه حدیث ها متعارض شدن ظاهرا. بعضش میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی میکرد بکشینش، شمالتیه کرا بکشین، از بیرون است. بعضی دیگر انده گرم هم شود طاقت کنی بچه ها، همینو خلل میرسونن. ولی شکایت میشوه که دیسک میگیریم گوش میکنیم صداشو قدر خوب نمیبروید. اگر اصل بگیریم یکی از سببای خلل رسونیش همین هست. الحمدلله که امروز از اپاراتور خوب شدگیان، با کمک برادر توکل جان خدا هموش دراز کند صدا خوش میبروید، اما همین خلل میرسونه. با همون خاطر اندک صبر کنه انشاءالله. مردم در زیر آفتاب تفسون کار میکنند در صحرا، ما و شما در زیر سایه شیشتگیم، خیلی اندک گرم شدیم، عرق کردیم، انشاءالله خیره. خدای تعالی در عوض هر دانه عرقی که از بدن ما خارج میشود امر میکنه یا حسنه در نامه اعمال مثبت میشود. بعضی ها وقتی که تحقیق تاکید میکنن میگویند که از جانب حضرت امام اعظم ابو حنیفه کراهیت پوشیدن لباس سرخ ثابت است، مکروه است. در این مسئله چندین کتابا را نگاه کردم، از همه مفصلتر و بهتر شیخ ظفر احمد عثمانی تهانوی در کتاب اعلاء السنن آورده است. روایات تمام کتابا را میاره، از جمله تاکید میکند که یک شیخ حنفی مذهب، یک عالم بسیار بزرگ است با نام شرنبلالی، در مسئله لباس سرخ تمام روایات جمع آوری کرده است. میگه 8 حکم است و حکم آخری که قرار گرفته است میگه پوشیدن لباس سرخ مستحب است، باکی نداره. زیرا حدیث های اجازت دلالت از او حدیث های نهی منع قوی تر هستند، خوبتر هستند. و از امام اعظم ابو حنیفه نیز روایت شده است که گفته است لا بأس به، باکی نداره پوشیدن لباس سرخ. یعنی که او چیزی که حضرت امام اعظم نهیش کرده است لباس سرخی که با رنگ معصفر رنگ شده است. معصفر نام یک گیاه است، هر لباسی که به همون رنگ معصفر رنگ شده است و سرخ شده است، غرض از منع نهی مکروه تحریمی بدن همون رنگ معصفر است. البته بعضیا گفتند که در ابتدا اجازت بود، بعدا پیغمبر نهی کرده است. حدیثایی که دلالت بر اجازتش میکنن حدیثای پیشینه هستند و حدیثایی که منعش میکنن حدیثای بعدینه، در صورتی که این سخن اصل نداره. علامه ظفر احمد همین را ثابت میکنه که این سخن اصل ندارد، زیرا حدیث ابی جحیفه حدیثای آخر است، آخرای حیات پیغمبر است. میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع بمینا یخطب علی بعیر و علیه برده حمره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا در حجة الوداع، این سال آخران حیات پیغمبر است. 2 ماه بعد حجة الوداع حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. در مینا دیدمش، میگه در بالای شتر بالا به مردم خطبه میخواند، در صورتی که در بدنش یک پلش سرخ بود، برده پلش میشوه، بالا پوش جیلک بگیم هم میشوه، یا جیلکی سرخ داشت. پس این سخنی که میگن حدیث های اجازت لباس سرخ در ابتدا بوده است بعد منسوخ شده است اصل نداره. بعضی های دیگر از جمله ابن قیم جوزیه ادعا میکند که لباس سرخی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میپوشید او سرخ بحت نبود، سرخ یک رنگ نبود، بلکه یک خط سرخ یک خط سیاه داشت، خط سیاه داشت. زیرا او برد یمانی بود است، لباس های برد یمانی همه مخطط هستند، خط هستند، خط سرخ و خط سیاه. از همین خاطر اون نهی در لباس سرخ بحت است، سرخی که یک رنگ است،
همش سرخه. اما اگر سرخ باشه و بعضی رنگ ها و رشته های دیگر داشته باشه باکی نداره. در صورتی که امام شوکانی همین هم میگه اصل نداره این سخن، زیرا که صحابه های پیغمبر فصیح ترین این امت هستند. حضرت برای ابن عازب برد یمانی و مخطط از لباس سرخ فرق نمیکرد. ابو جحیفه برد یمانی را از لباس سرخ از جلک سرخ فرق نمیکرد. از این خاطر میگه این اصل نداره. گپ در سر این است که او چیزی که پیغمبر نهی میکند لباس معصفر است، بر رنگ معصفر زینت داده شده و سرخ کرده شده. اما این کرسکایی که امروز میزنند یا معصفر نیستند، همه یا خیمی چیز که کرسکان، ممکن ای نفت ای دیگر چیزا استحصال شود. از این خاطر پوشیدن لباس سرخ بچه لا بأس بهی است، باکی نداره، اجازت است. لباس سرخ، لباس زرد پوشیدن باکی نداره. فقط یک چیز من برای تو تاکید میکنم که در اصول هر جایی که لا بأس بهی میآید یعنی باکی نداره، در زیرش یک کراهیت تنزیهی نهفته های، یعنی که از پوشیدنش نپوشیدنش اولاتر های. پوشیدی هم باکی نداره، نه که اگر نپوشی بهتر است. یعنی که از اون لباس سرخ دیده لباس سفید بهتر های، لباس سبز بهتره، لباس آسمانی بهتره از لباس سرخ دیده. نه که اگر با جوانایی که لباس سرخ پوشیدن اینجا بعضی ها را میبینم انشالله باکی نداره، یا را طعنه نزنی. من از یک چی حیران میشم، همون جوانایی که دعوا و جنجال میکنن لباس سرخ زرد نپوشه، همین لباس های سفید سیاهی را که همین قدر تنگ و کوتاه هستن که نیمی بدن مرد میتوه نمیدیده باشن، همین شیمای جنسی کبوتی را که لااقل همون خمگشتکو را پر نمیکنن، حتی همون شروعشوی مقعد ظاهر از دیار است نمیدیده باشن. واقعی خدا چشماتون را کور کنه که از اینایی بچه ها را نهی کنه. افسوس و صد افسوس امروز مردم به حد احمق شدیان، به حد جاهل شدیان، لباس های دربر میکنن که آخه این به مسلمان زیبنده نیست. این مردم کجا میره؟ بعد میگه که آخه برای چی تری مایکای تنگ میپوشی؟ میگه همه مایکو هم خیلی از خیلی کنم، آخه جوانمرد خیلی که از کرته پوش، شرطی که تا مایکای نوپگدی را پوشی ایزو نمیکشی از برای خدا. مایکا میپوشه در پیشش اسسر روشتگی. تم عاشق اسسری، اسسر را میدیدی به حال زورا دیگه این روز آرزوش نمیکردی. شما شکرانه خدا و نعمت خدا را کنه که به ایتالی زمانی سیر پر رسونده است و آرام و آسوده. در دوره اسسر دیگه در مسجد اومده و امر معروف کرده میشید. در دوره اسسر آرام و آسوده خومه کردی، میکشیدن میبردن در انمی گرمی روز مرده تا بگه تانی میشه و چابک میکردی، میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا محمدی صلی الله علیه و سلم آداب انهی خیل میشه. بچه آداب باید از پیغمبر بگیریم، از پیغمبری بزرگی که ببینه کلی اخلاقش قرآنی بود. حضرت صلی الله علیه و سلم تأکید میکند ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مرا تأدیب کرد، ادب کرد پروردگارم، چی آداب بزرگی از برای من عطا فرموده است. اصلا اخلاق و آداب عبادت است، عادت نیست، این عبادت است. شخصی که اخلاق حمیده داره در عوض اخلاق خدای تعالی امر میکند در نامه اعمالش اجر ثواب مینویسند. ابن ابی دنیا مرسلا روایت میکند از صفوان ابن سلیم رضی الله عنه کبار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اصحاب بزرگوار خویش مراجعت کرد. حضرت فرمود الا اخبرکم بایسر العباده و اهونها علی البدن، شما را گفت دلالت کنم به سبکترین عبادت ها، به آسانترینش که در بدن انسان هیچ ضرر زیانی نمیرسانه، الصمت و حسن الخلق. گفت سبکترین عبادت ها دو چیز است، یکی خاموشی، دویم اخلاق حسنه. خاموشی یعنی چی؟ یعنی گپی خوب گفتن نبیتونی زنک تبگی خاموش باش، همه خاموش باش، تو لخیگی نکه در مسجد، غیبت نکه، همچه عبادت دست پذیرفته می شود. بعضی برادرها
در مسجد نمیدرویم بشینم پیش نماز میانه با میگن در صحن مسجد خب بشینیم چخ چخ کنیم. اوخم صحن مسجدم حکم مسجد داره. در همون صحن مسجدم که لقیگی کردی همچی گناه در نامه اعمالت ثبت میگرده. در صحن مسجدم اگر هزل شوخی به معنی کردی همچی گناه در نامه اعمالت ثبت میگرده. هیچ تفاوتی نیست که تو در خانقاهی کار کنی یا در صحن مسجد. فنای مسجد در حکم مسجد است. مسجد جای لقلقی بیهوده نیست. کسی که گپی خوب گفته نمیتونه، خش نداره که بشینه ذکر کنه، لااقل خاموش بیسته همین زنکش بگیره خب کنه، انشالله اجر ثوابش میگیره. الصمت و حسن الخلق، خاموشی و اخلاق حسنه سبکترین عبادت هاست گفت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم. از حضرت ابو دردا امام ابو داود و امام ترمذی روایت میکنن که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من خلق حسن فإن الله تعالی یبغض الفاحش البذیء. فردا روز قیامت در ترازوی اعمال بنده مؤمن هیچ چیز گرانبهاتر از اخلاق حسنه نیست. انمی خلق اخلاق حسنه بنده مؤمن همچون عبادت در ترازوی اعمالش گذاشته می شود و وزنش به نهایت گران است. و خدای بزرگ گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی فاحش و بی شرمش شو میبینه نفرت داره نسبتش. اگر چند همو حزم شوخی های بمعنیش به حزلم که کنه همو دشنام حقارت شد موریدی نفرت خداوند قرار میگیره. خدا شمش میبینه. همو کسایی که تمام سخن به حزل شوخی میکشن از منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید چو میکنم خواه بابای قابل باشه، خواه بابای عزیز باشه، کسی نباشه که هاش تولا در سر تو بگیره که رو تانسیان میشوه. مسجد جای حزل شوخی نیست. مسجد جای مسخره بازی نیست. اخلاق و آداب حسنه زینت مؤمنه، زینت مرده. کسی دعوای جوان مردی میکنه، کسی دعوا میکنه که من مرد هستم زن نیستم، زینتش باید اخلاق باشه. سبحان الله. زینت الرجل الادب و زینت النساء الذهب. بزرگ میگه زینت مرد ادب است، زینت مردا ادب است. زینت الرجال زینت زنها طلای نقرای. او مرد که ادب نداره زینت نداره، لچ عریان و برهنه و احمق در پیش خدا و پیغمبر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بهترین مؤمنان از روی ایمان خوش اخلاق ترین شو هست. کسی که اخلاقی خوش دارد بهترین مؤمنان همو است. و خیارکم لاهلی، و بهترین شما کسی هست که با اهل بیت خودش اخلاقی حسنه داره، با اهل بیتش معامله و مناسبت اسلامی و انسانی داره. حضرت ابوذر غفاری میگه بار نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بدم، حضرت نصیحتم کرد، گفت اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئه الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن. یا ابوذر گفت در هر کجای باشی از خدا بترس. شخصی که ای خدا بترسه دشنام حقارت میکنه. شخصی که ای خدا بترسه کودک کور حقارت میکنه. برای چی؟ برای که جمعه آب ویران کرده است. برای چی؟ برای که افتوارش شکست است. سبحان الله. نصیحتش که سرک شد اسمال که بچم همین پول خطی اومده است. اگر او قدر دلسوز هستی، اگر دلسوز نیستی ای سرت مونه کردارش نشه. او جمعه تو درست نمیکنی، او افتوارت ای سری نمیخری بیاری. انشالله مردای مسلمانی هستن که اجر ثواب لازم دارن، به خاطر اینم اجر ثواب شده میآیند ای پیش خود میخرن همه اولات افضل که این جمعه‌تون درست کنه، افتوا میخرن میارن در مسجد میمونن که با این بگیره طهارت کنه. همو کسایی که از همه زیاد در این مسئله دعوا و جنجال میکنن یگان تیهمیه در حیاتشو یک بار یگان جمعه نخریدین.
یگان کران نخریدین که ما بریم در مسجد بچسبونیم، یگان افتوا نخریدین بیارن بمونن، اما آوازشو ای همه بلند. بگذار بیاین همین مسجد، بیاین نماز خونی را یاد بگیرن، آداب و اخلاق یاد بگیرن، رنگی ما بد اخلاق کلا نشون. بگذار همون جمعه ها را ویران کنن، بگذار افتواها را بشکنن، کاردار نشه. خواهش میکنم این مسجد به صاحب نیسته، هسته متصدی ها داره، خودشو میبینن، خود ما عقل و فراست داریم، از برای خدا اخلاق و آداب یاد بگیره. نخواه موسفید ریش سفید بچه را برای آن که جمعه که آب ویران کرده است مادر شدش نام حقارت کنه. ای خدا نمیترسه؟ شرمندگی. یک مرد نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، از پهلوش ایستاده بود، جرأت نمیکنه که پیش بیاید. آدم بسیار در اطراف حبیب خدا صلی الله علیه و سلم جمع آمدند. صدا کرد، گفت یا رسول الله کدام عمل از همه بهترین است؟ حضرت گفت خلق حسن. خلق حسن. ببینه نگفت لا اله الا الله محمد رسول الله، نگفت نماز، نگفت روزه، نگفت حج، نگفت زکات، زیرا خلق حسن کسی داشته باشه همه ی عمل انجام میده. گفت اخلاق حسن. این بیچاره گمان کرد که شاید سوال با پیغمبر خوب نفهمیده، با ای طرف چپش رفت، نزدیکتر شد، لغت کرد، با همون سوال کرد. یا رسول الله گفت بهترین عمل ها کدام عمل است؟ افضل عمل ها کدام است؟ حضرت گفت با خلق حسن. بیچاره ای خفا رفت، ای خفا آدم کمتر بود، جاوز شد پیش پیغمبر، با گوشش نزدیکتر. یا رسول الله گفت کدام عمل بهترین عمل ها؟ گفت اخلاق حسنه. بازم باورش ناومد بیچاره را. در نظر همین مردم اخلاق حسنه میگو یک کاری اندک میتوان، همین هم گپ شید. تو درباره نماز بگو، درباره روزه بگو، تو نبود در خود درباره اخلاق بگوی. با ای پیش اومد بیچاره که شاید ای پیش ببینم یگان چیز دیگه هم بگم. اومد از رو بر روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله کدام عمل در شریعت از همه بهترین است؟ گفت تو کی عقل میگیری؟ هوش داری؟ ای مردک من ترا 3 بار 4 بار شد میگم اخلاق حسن، یعنی که در وقتی غضب خودت نگه بدار، وقتی که دشنام حقارت به زبانت میاد استغفر الله کن، وقتی که دیدی یک برادری مسلمان غضب تا آورده است استغفر الله بگو، اگر راست ایستاده باشی بشین، اگر شیشته باشی دراز بکش که نخیزی قطیش کشتل به کشتل نکنی. اخلاق حسن بزرگترین عمل اخلاق حسن است. اخلاق حسنه. انسان از حیوان با اخلاقش فرق میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بکشن شیرا شمالتیکو را خاموش کنی. متصدی های مسجد شمالتیکو را خاموش کنی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار صورت زیبا داشت. حسن جمال پیغمبر صلی الله علیه و سلم از تمام بنی بشر بالاتر بود، زیباتر بود. از بعضی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره حسن جمالش سوال کردند. گفت درباره یوسف شنیده ای که خدای تعالی وصف حسن جمال یوسف علیه السلام در قرآن کرده است؟ گفتم بله، حتی خداوند در قرآن بیان کرده است که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن عقلهاشون گم کردن، وقتی او حسن جمال عالم افزون دیدن و دستهاشون قطع کردن، در دست کار داشتن از برای پوست کردن ترنج میوه، جای آن که میوه را ببرن دستاشون بریدن خبر نشدن. حضرت انس ابن مالک گفت اگر زنهای مصر حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم می دیدن چی جای دست و قلبهاشون پره میکردن خبر نمیشیدن. به همین حد حضرت صلی الله علیه و سلم زیبا بود، صاحب جمال بود. و این حضرت همیشه باز دعا میکرد
اللهم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. پروردگارا همچنانه که زینت زیبایی ظاهری به من دادی، صورت زیبا برام دادی، سیرت زیبا هم بتیم، اخلاق زیبا و حسنه را هم بتیم. حضرت گفتیم که از خوردش اخلاق حسنه و بزرگ داشت، از خوردش کسی را دشنام حقارت نکرده است، از خوردش که با کسی معامله زشت نکرده است. با وجود یمی ما و شما را تعلیم میداد که طریقه عبادت یاد بگیرید، طریقه دعا را یاد بگیرید، دعا کنید اللهم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. پروردگار را همچنانه که نمود ظاهری مرا زیبا کردی، نمود باطنی هم زیبا کن، اخلاق زیبا و اخلاق حمیده برای من عطا کن. زیرا چیزی که انسان از حیوان متمایز می سازه همه اخلاق حمیده است. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است دهان و گوش بینی، چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت؟ آدمی به آدمگری و به اخلاقش زیب بنده، به ایمانش زیب داره. اگر همین دهان و گوش بینی را که آدمی حساب کنیم، بین نقش دیوار و بین آدم چی فرقه؟ صورت ها ای آدم زنده در بزیبتر می شوند، یگان کمبودی ندارن، یگان نقصان ندارن در صورت میبینی. اگر آدمی به چشم است دهان و گوش و بینی، چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت؟